خب پس آرزوی بچهای دهه 70 80 برآورده شده نه؟ ببین بالاخره ما آرزوشو داشتیم دیگه، کسی کاری نکرد، بالاخره یه نفر قدمشو برداشت، یه کاری کرد، ما هم حال کردیم باش. که اینطور دقیقا همین. اپیزودهای قبلی گفته بودی که رفتی ضبط کنی و الان تازه گندش در اومد. یادت دیگه آره، فصل اول بود راجبش صحبت کردیم، کدوم اپیزودو دقیق یادم نمیاد ولی خب اپیزودشو میذارم این که بچه‌ها ببینن اگر دوست داشتن. اپیزود فصل اول این همه مجیز علی ضیا رو گفتی، دمش گرم. آره بزرگ میاد تماما. اون لحظه ای که این اتفاق افتاد، خب اواخر تابستون 22 سوم مرداد ماه، پس دیروز ضبط نشده کار. خب آره کار انواع اقسام چنلایی که دارم میزنن آی دیروز فلان و اینا، نه از 22 مرداد ماه شروع شد و کار 2 شهریور تموم شد. راست میگه یا کس نگید، اگه بشینید اسمش چیه پادکست ما رو نگاه بکنید متوجه میشید که چیزی. همه برنامه‌هاش هم رفتی تو؟ هر 7 شب برنامه بود. در بگی کجا بود اپیزود؟ آره مکانی بخوام بگم بزرگراه فتح، شرکت پاک، استودیوی فصل 4 خندوانه بود. خب یک سوله حکومتی بوده، یک سوله بزرگ، پولش رو داده حکومتی وجود داره. شما بالاخره ارزشی، حکومتی، مستقلی، معلمی، سلطنت طلبی، راستگرایی، کمونیستی پی خدایی کدوم آقا در نهایتش ببین. همون تیشرت هم هست. این دقیقاً همون تیشرت مشکی است که عکسم هم جا پخش شده با حالت قتاله ارزشی و فلان و اینا. شماها بهتر منو میشناسید، اطرافیانم اصلا نیازی نمیبینم یک بخوام خودم اصلا رو اهمیت تعریف بکنم. چرا؟ ببین اصلا من آدم بی اهمیت، ولی دوست دارم راجع به اتفاق توضیح بدم دیگه. مثلا اگر یک نفر مثلا به مادر تو هم توهین بکنه، اونجا فکر نمی کنم بی اهمیت باشی. ببین خب صبر کن صحبتم تمام بشه. این عکسی که از من پخش شد ارزشی و فلان یک داستان طولانی داره. میخوای که من پشت پرده های کلا این داستانه که پخش شده الان و اینقدر ترکیده بگی؟ همون دیگه میخوام توضیحاتش. آره چه خبر بوده؟ ببین تقریبا 5 روز قبل از اون 22 یعنی 17 و 18 بود. خب 17 و 18 بود، یه استوری گذاشت. خب من دنبال میکردم دیگه، پادکست علیزی ها رو دنبال میکردم، بنا به اون علایقی هم که داشتم دنبالش میکردم. 5 روز قبلش استوری گذاشت که آقا یه برنامه‌ای داریم ضبط میکنیم و ما هم که در صدد شروع یک کاری بودیم، این کاری که الان داریم میکنیم، گفتیم آقا یا میریم اونجا 2 تا چیز یاد میگیریم، پادکست میخواد بگیره فلان کنه فیسار کنه، ما هم میریم ببینیم که دارن چیکار میکنن. شب اول بعدش پیام اومد، لوکیشن اومد برامو فلان و اینا، رفتم دیدم بیخ گوشم هم هست، چه بهتر، مثلا فاصلهش تا خونه ما 5 دقیقه است. ناموسن اگه بیشتر بود میرفتی؟ آره به هر حال می‌خواستم، واقعا قصدی بود که برم قصدم این بود که جدی برم یه چیزی یاد بگیرم. با تو صحبت کردم راجبش، گفتم آقا داریم میریم یه چیزی یاد، اصلا نمیدونستیم. این بود که ما چون پادکست رو هم موقع تقریبا شروع آره کردیم، بتونه یه جوری بچپونه یه چی تو دقیقاً همین زیاد بتونه ویو مثلا نه صرفا ویو کمک بگیری دیگه، یک کمک، دو اینکه آقا واقعا یاد بگیریم ازش چیزی. خب نه قضیه این نیست به سر خوب. چرا اینم به هر حال عضوی ازش نیست، اصلا با این کارو میکردی که بتونی این کارو به هر حال هست دیگه. آره دیگه پسر خوب. چرا بین اون همه آدم تو باید صحبت کنی و ثانیه هایی که تو صحبت میکنی از ثانیه صحبت خود علی ضیا بیشتره. صبر کنید پله پله بریم جلو دیگه. صبر کنید پله پله بریم جلو. علی ضیا چند ثانیه صحبت کرد؟ صبر کن محمد رضا، این الان چیزی نیست که اهمیت اینجا دوست من، اینجا دادگاه. راجبش دادگاه هم قاضی این همه زر نمیزنه دوست عزیز، وای میسه متهم حرفشو بزنه دیگه. دعوا رو شروع میکنه. نکنید. گفتم نپرید وسط حرفا، بذارید کلام منعقد بشه. لوکیشن زمانی که ارسال بشد من اینجا تعیین میکنم، هم زورم زیادتر هم هیکلم گنده‌تر، مثل کپسول میمونم. تو کامنت ها میتونی بری نگاه کنی، کامنت هایی که گذاشتن. برخوردن بالاخره یه سایدی برخوردن داره. خب به هر حال کسی که توی اون لحظه، ما بیشتر از این داریم میسوزیم که من، سینا، 3 تا رفیقای دیگه همون که الان با هم رفیقیم، میریم امیر حسین، امیر محمد، حسان، همه با هم اونجا بودیم، دیدیم چه اتفاقاتی افتاده. سینا اونجا بوده؟ بله ما اونجا بودیم، دیدیم چه اتفاقاتی افتاده و الان داریم میبینیم چه حجمه‌ای وارده. من از برنامه ضیا نمیخوام دفاع بکنم، از کاری هم که رپرها کردن نمیخوام از این دفاع جریان بکنم. ویو بگیری. یک همینه. آره
میخوام این جریان ویو بگیرم، میخوام من از پولش هم همینجا در اعلام بیارم. براءت میکنم از من همینجا موافقین و مخالفین این داستان. نه. من همینجا حرف همه رو اصولا قطع مورد میکنم. این اهمیت سیناه نیست بچه برای من. علی منو گول زد، مجبور کرده بیام اینجا اینو برگزار. آره آقا. نه اون وریاش کار برای من منه. مهمه، نه این وریاش برای من مهمه. نه مهمه که علی رفت اونجا صحبت کرده. کار آره آقا کار اصولا منه. منم که این وسط رپ پسر یه خوب کانسپت بودم. بی‌معنایی برام. ربط براش کانسپت بی‌معناییه ولی با رپ رفیقاشو دیس میکنه، حتی برای مسخره بازی. واسه مسخره بازی دیگه، خب کامنت دیگه، ولی بی‌معناست استفاده دیگه. میکنی، ولی رپو گوش میدی، رپ هم حفظی. آره هم پس تویی که یه ترک از رپ گوش دادی و یه ترک از رپ حفظی حق نداری اون اینجوری. چه ربطی داره؟ به عنوان یک هنر این کارو کردی دیگه. چه ربطی داره؟ میگم خیلی میذارید مسئله قرار شد به همه اینا بپردازیم بعد اینکه صحبتامون تموم شد دیگه. بذارید این بفرمایید. صحبتامون پشت پرده ها رو بگید. حرف بزنیم. لوکیشن که ارسال شد ما رفتیم اونجا، ما هنوز هم فکر میکردیم پادکسته، نه دکوری دیده بودیم، فقط یه سیلی از آدم ها 150-60 نفر اومده بودن به همین شکل پیام داده بودن به پیج یه بنده خدایی که قبلا ما باهاشون کار کرده بودیم توی یک برنامه دیگه ای توی صدا و سیما پیام داده بودن. لوکیشن اومده بود. بله من صدا سیما هم کار کردم. لوکیشن اومد رفتیم وایسادیم تا حالا ضبط شروع بشه و اینا. یهو رفتیم تو دیدم واجی نورپردازی عجیبه، هنوز دکور ندیده بودیم، یعنی یه پرده بزرگی بود از بالا مشخص بود. گفتم واجی نورپردازی عجیبیه، بعید میدونم این همه نور و مانیتور و ماشینای قدیمی و اینا واسه ضبط پادکست با صبر کرد. و شرایط جوری بود که گوشی‌ها رو میذاشتن توی کاور که دوربین ها مشخص نباشه ولی بتونی باش کار بکن. رفتیم تو حاجی، بعد آمار گرفتم. آره توی شب دوم سوم بود که یکی پاره کرد و فلان و اینا، فیلم گرفت و اینا. شب اول نبود، شب جی جی بود. شب جی جی شما نبودید اون شب، ما بودیم که اون اتفاق افتاد. من نبودم. رفتیم اونجا، رفتم تو یهو آمار بگیره از این از اون زمین رو تمیز. گفتن کنسرت رپ. گفتم چی شده؟ گفتن امشب جی جی و مهیار میخوام بیان. گفتم چی؟ باز از اینا اصرار از ما این کار. چرا لباسا همه مشکی بوده؟ تم اصلا اون پیامی که می اومده برای همه لوکیشنی که ارسال می شده این بوده که آقا تم رو مشکی کاملا، یعنی سر تا پا. آره پیامش هست، میتونم کاملا میتونم اسکرین شات بگیرم بیاد. آخه نکتهش میدونی چیه؟ همین رنگی پوشیدن بازم یه حرف دیگه میزنن، چرا رنگی پوشیدید؟ همون دقیقاً ما عزادار فلانی بابا چی کدوم سازتون باید و اون محتوا اون زمانی که داشت تولید میشد هیچکس گوهخوری مجوز نمیکرد. خب تم برنامه است دیگه. خب هیچکس غلط مجوز رو نمیکرد که الان جی جی بره با فلان چیز. من شب جی جی که اومد تو من باورم نمیشد. جی جی که اومد تو پارت اول مصاحبهش گرفته شد من اومدم بیرون، چون من خودم کسی نیستم که بتونم جی جی رو تحمل کنم موقعی که داره آهنگ میخونه. خب حتی موقع حرف زدنه طرف تو گرمای تابستون، خب هست تو تیزر دیگه، تو گرمای تابستون ببین سالونه یه جوری بود که مثلا 20 تا پنکه بود فقط خنک کنه، 2-3 تا کولر صنعتی بود که فقط خنک کنه. این جاکش تو اون گرمای تابستون یه کت چرمی پوشیده بود که ببین مثلا مینداختی رود میمردی از خفگی. همین یه رو به پیش علی بچه‌ها لطفاً فوش نده. جاکش مگه فوشه؟ جاکش مگه فوشه آقا؟ کشاتون رو کجا میذارید شما؟ تو جاکشی دیگه. نه جاکشی نداریم ما کشامونو جایی نمیذاریم. داداش برات این کشو چی الان جای کش تموم شد. خب و این اتفاق افتاد. چی شد اون شب ما حرف خفت زدن؟ خاری افتادیم. از آموزش دبیری من میخوام اینو گاز بزنم. دبیری آموزش پرورش الان خودش خفت و خاریه دوست عزیز من. هم تو با این موافقی هم من با این موافقم. جفتمون اینیم که کار کرد دنبال اینیم کار کرد نتیجه که یه چیزی دستمون خفت یعنی چی؟ خفت یعنی تو بشینی راجع به یک مسئله بی اهمیت مثل رپ این همه راجع به بحث با اهمیت صحبت کردی، کی تخمش حساب کرد؟ همینه دیگه. اصلا همینه دیگه. اول اصلا این جامعه بود. ایرانه، تو باید راجع به شعرور حرف بزنی که ویو بگیری. چرا نمیخوای بگیری؟ خفت و خاریه دیگه. خب چرا نمیکنی این کارو؟ خفت و خاریه. اگر خفت و خاریه نمیخوای تحمل بکنی خب چجوری میخوای زندگی تو بچرخونی؟ بدون خفت و خاری. بعید میدونم. درست زندگیمو بچرخونم. من الان میتونستم فرنگی رو انتخاب نکنم و در اوج رفاه و عزت و آرامش زندگی بکنم. چرا فرنگی رو انتخاب کردی؟ چرا انتخاب کردم؟ چرا پشیمونی؟ پشیمون نیستم. همین الان داشتیم صحبت می‌کردیم دوربینا خاموش بود. نگفتم پشیمونم.
من دنبال همین محموله الان میدم میدم که من بیرون. اشتباه کردم. زنده باد اشتباه کنم. آها آفرین که از بهرام رفرنس میدی. یادتی که فصل اول اصلا اینایی که الان به من میگن ارزش رو اینا از خودشون بودن و اصلا مدعی به یه جا گفته بودن که یه جا گفته بودن یه کامنت اومده بود اینایی که الان جلو دوربین دارن صحبت میکنن من توی هیئت محمود کریمی دیده بودمشون. اطرافیان من میدونن من کم کم 10 سال هیئت نرفتم. کم قبلا تزیه میدید اونم الان نمیبینم. عکس یه بازی میکردم قبلا آره دیگه قبل 10 سال پیش این حرکتو کردم. بعد کجا؟ خمینی. نه پس خمینی هم هستی آره تو. کجاست؟ اینجا نه آفرین فکر کنم خونه چیزی نه خدمت طرف خونه چیزی نه چیزینا از اینا داره. بله. یا الله اصلا چیزینا کار ندارم. تو خونه هر کی باشی عکسای خمینی به دیوار خونه ما عکسای خمینی به دیوار نیست. تو مگه اونقدر اون ور داداش کلوف نه ولش کن اصلا ولش کن. مثلا بحثشو باز یادته که نکن. ما توی اپیزودهامون اصلا عکس بهرام و عکس شایعه رو کنار هم آوردیم که من از همون اول با رپ دوست داشتم رپ رو. بله رفرنس به اپیزود 0 فصل 1 اگر آره عکساشون رو آوردم گذاشتم صحبت کردیم راجبشون و اینا. این موضوع اینه که اون موقع کسی واسه مجوز دست و پا نمیزد و الان هم بعد فکر نمی کنم اونایی هم که دارن هیت میدن راحت باشن از مجوز گرفتن شایعه. فکر میکنم یه بخشیش به خاطر سوزشیه که دارن چرا ما نبودیم. من 7 شب رو اونجا بودم. شلوغ‌ترین شب شایعه بود. خب مثلا هر شب 200 نفر ماکسیموم اونجا بودن. شب شایعه تقریبا 700-800 نفر اومده بود. خود تیم زیا میگفتن قبل از ضبط که کی میاد اصلا مشخص نبود فقط شایعه رو گفته بودن. فقط شایعه دیگه در رفت. همه منتظر بودن که چرا منتظر بودن؟ چون شایعه تو پادکستش رفته بود دیگه. توی بازی‌ها رفته بود. منتظر بودن که مثلا سیناسایی هم بیاد. ولی سیناسایی مثلا این که درگیر برنامه خودش بوده توی تئاتر و فلان و اینا. چیزایی که من شنیدم. منتظر بودن و میدونستن. وقتی دیگه دیدن مهیار اومد، مثلا خلوت اومد، چرسی اومد، دورچی اومد، ایکس اومد، ایگرگ اومد، منتظر شایعه بودن که دیگه علیزیان نتونست جمعش بکنه. گفت آره دیگه ما یک شنبه شب شایعه رو داریم اینجا. و 700 نفر اینجوری هم بود که ببین گزینش نمی‌کردن کسی رو. خب مثلا من نباید هر شب اونجا میبودم. خب یک شب میبودم بعد ساید بعدی گزینش نمی‌کردن دیگه مستقیما پیام آره دیگه میرفتن هیئت من پیام ندادم رفتم پیام شب شایعه میدونی حرفم چیه. من تعجب میکنم با اون کسی که آدم حکومتی محسوب میشن در جمع شما که من تعجب میکنم چه تصور احمقانه‌ای نسبت به این حکومت دارن. مثلا فکر میکنن که چیه، مثلا فکر میکنن که چه چیزه مثلا عجیب غریبیه. نه علی زیا برای اینکه بتونه سوپاپ اطمینان باشه میره از هیئت داداش اصلا تو چه تصوری داری از حکومت؟ نه اصلا چه تصوری از اینا داری؟ آقا این بالاخره مجوز داره برنامه یا نداره؟ طبق گفته امروز صبح ما الان تاریخ میخوام بهت بگم امروز چندمه من امروز 21 آذر ماهه که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم تقریبا ساعت 11:30 ظهر تقریبا ظهر دیگه تقریبا الان دم ظهر و خدمتتون عرض بکنم که این موضوع طبق گفته امروز صبح مشرق نیوز و فارس خبرگزاری فارس اینه که این برنامه هنوز نه مجوز ساخت داره نه مجوز پخش و من اصلا نمیخوام سفید بکنم اون برنامه رو کاری ندارم و طبق برنامه هایی باهاش برخورد میشه که بی مجوز ساخته و پخش میشن از پلتفرم خانگی. الان اینا تصورشون اینه که اینا اومدن به اینا مجوز دادن که مثلا بتونن دوباره اقبال عمومی رو جلب بکنن مردم رو گول بزنن تو حکومت. اصلا میگم دارش اون حکومتی اصلا تو رو گردن نمیگیره. مثلا تو بگیری که اومده مجوز داره نه خود شخص فلانی مجوز داده که علی زیا برنامه رو بسازه که مردم یادشون بره اینا چیکار کردن چهارسه. بابا اصلا اینطوری نیست. این مردم درد بازیات چیه بابا؟ فکر نمی‌کنم اینقدر آخه اینطوری فکر میکنن. خیلی ها فکر روانی شدن میکنن خیلی ها فکر میکنن ولی یک موضوع اصلی و بولد قضیه میدونی چیه؟ میگن شما دارید اینه که شما حکومت همکاری میکنید بعد تو میگی حکومت گردن نمیگیره. هم تو میدونی هم من میدونم حکومت فعلی این مملکت چه درست چه غلط کاری ندارم. من که مخالفشم. خب چه درست چه غلط من مخالف 100%ایشم. اینه که دنبال اینه که خودش از انکره بگیره دوست عزیز.
دنبال اینه که کوچیکترین چیزو برای خودش به بزرگترین نوع جلوه بده که تو دید مردم چرا روش من بهت بگم این آدم حکومتی اینجاست بلد نیست. اشتباه این کارو بذار من یه میکنه. چیزی بهت بگم. سینا تجربه زیاده بگه. تجربه چی؟ نه ولش کن. بذار یه چی بهت بگم. ببین ما رفتیم اونجا، رفتیم برنامه ها رو رفتیم، کسایی که اومدن رو دیدیم. خب بعد از اون برنامه هیچ خبری از هیچ چی نبود. بعد رفتیم اونجا 2 هفته بعد اینا بود، یهو نمیدونم کجا گذاشت که این قرار فیلمو پخشه. بیشتر از 2 هفته بود. بیشتر تقریبا 1 ماه گذشت ازش. گذاشته که قرار فیلمو پخشه. بعد ما اونجا به ازعلیزیا پرسیده بودیم که یوتیوب پخش میشه، گفته بود آره. اصلا برنامه پلتفرم آره یوتیوب بود. بعد حالا بذار بهت بگم پشت صحنه‌هاش که بماند، حالا بهش پشت صحنه‌هاش پشت صحنه من رفتم شب اول، علی به من گفت کنسرت رپ گوش عزیزی، گفتم نمیشه، گفتش فردا بیا ببین چه جوریه. پا شدم رفتم با صدای تتلو، صدا آهنگ تتلو بزن برقصی، رفتم گوشیمو چیز کردم درست کردم، رفتم تو دیدم دختر پسر اون وسط دارن میزنن میرقصن. کسی اینا رو ندیده. کسی اینا رو ندیده. بعد حالا اینا کنار، بعد حکومتیه که گیر میده به نمیدونم لچک زن تو خیابون. آره. واقعا مجوز میده تو بزن. ببین 2 حالت داره دیگه، یا داره فیلم بازی میکنه حکومته، یعنی واقعا هیچ اهمیتی نمیده، فقط تو رو میخواد، یا فقط دنبال اینه که بولدش کنه، ازش سود ببره، یا واقعا به هیچ جاش نیست. حالا بذار اینو ادامه‌شو بهت بگم. اصلا نمیدونم چی برنامه‌ای داشته ضبط میشده. این که دونستنشو من مطمئنم که میدونسته. 2 شب از ضبط ها من اینو من یه ذره تو اونا جا شدم، بچه‌ها میدونن طی اون 7 شبی که رفتم نه صرفا صحبت رو گرم گرفتن، اینا یادشونه با صحبت کردن و گرم گرفتن. خب نه داداش اونجوری هم نبود، یادت مثلا گوشی جلو دریه نبود، جلو دری که میگه خب صبر کن بذار حرفم تموم شه. با اینا که صحبت میکردم یه اتفاقی که افتاد، من متوجه شدم که 2 روز از ضبط‌ها دیدم که مثلا زیاد دیرتر رسید. خب میپرسیدم چی شده فلان اینا، نرفته بود مجوز بگیره، داشته جواب پس میداده واسه پادکستایی که ساخته. خب از این که اونجا نمیدونستن برنامه همچین چیزی هست شکی درش نیست، کسی نمیدونسته، چون اگر توی اون تاریخ میدونستن همچین چیزیه همه رو میبرد. اگه استودیوش چیز نبود همه رو میبردن. اگه استودیو شخصی نبود نه شخصی یه کارخونه. نه منظور اینه که شخصی استودیو رو گرفتن دیگه. آره اجاره استودیو سراسیما که نبود. نه استودیو شخصی پول آقای علی ضیا و تیمش دادن، یه استودیو از شخص اجاره کردن، از ارگانی اجاره نکردن. آفیش و کست و اینا با پول خودش داده. بعد آفیش و اینا هم چیه قضیه؟ مثلا آفیش و کست و اینا چه آدمایی بودن؟ همه آدم‌هایی بودن که توی خانواده رپ بودن، مثل محسن متفکریان که کارگردان هنری قضیه بود، الان خودش منیجر شایع و مهیار طرف، یا منیجر دکامونده طرف. خب این آدم داشت کارگردانیشو میکرد و تیم خودش کامل توی جریان رپ فارسیه. متوجهی؟ همچین آدمایی جمع شده بودن، یعنی کسی که از صدا و سیما بیاد، نه خود علی ضیا طبق خود تیزره، یعنی طبق اون چیزی که نوشته بعد از پخشش چی بهش میگن؟ بعد فیلمو میاد و اینا نه بعدش نویسنده و اینا رو مینویسن. تیتراژ. آفرین تیتراژ. آره تیتراژ یادم رفته بود. بعضیش خرابه دوباره تیتراژش. یادم رفت. چقدر گریه کردی دیشب تا حالا؟ گریه نکردم اصلا. چقدر کامنت خوندی؟ اتفاقا کامنت‌ها رو خیلی خوندم. کامنت‌ها رو خیلی خوندم. 2 تا کامنت بیارم. من برام عجیبه که همچین آدمی مثل تو واقعا برام اینقدر براش مهمه این چیزا. یک سری حرف ها مهمه. ببین مثلا تو داری استناد میکنی به کامنت آدمی که اصولا بی اهمیته. یک بخشش اینه که همون دیگه این یه با این حرف زدم، گفتم با این کامنت هیت همیشه بیشتر به چشم میاد، اصلا توجه نکن. دارم میگم نه آقا میخواد جواب میخواد کامنت ها. کامنت هیت از طرف کی؟ برای چی؟ آره اصلا داداش از طرف یه آدم بی اهمیت راجع به مسئله بی اهمیت پیج فیک یارو اصلا آیدی نداره. تا یا دیدی دیشب دیگه آنتن ما قطع شده بود،
شما چی شده بود؟ درست بوم میگم. زده نمی‌دونم. بود؟ اسرائیل زده بود. آقا ببین فهمیده بودم. نمیدونم چی شد، داشت سیل میومد سمت بارون، نمیدونم چی شده بود، آنتن چرا قطع کردن، داشت میگم سیل خیلی می‌داد. عجیب بود برام. حالا چی بهتون بگم، دیشب من داشتم برمی‌گشتم شاداباد، بارون وحشتناک بود، بعد رسیدم محل خودمون خشکی مطلق. با دیروز زنگ زد من بالا شهر درسمو نخونده بودم هنوز، داداش مغز منو سرویس کرده. با هم بودیم همه. نه با هم بودیم. میگم بابا دهنت سرویس، مهم نیست این مسئله، تو میخوای نه مهمه. یه اپیزود راجع به این ضبط داداش بالا. قبلش هم صحبت کردیم. چه اهمیتی داره رپ اگه فارسی؟ گرفت ببخشید خیلی اهمیت داره. ببین تو زندگی تو اهمیت نداره، تو زندگی نه، اصلا حداقل 20 میلیون نفر چه اهمیت، چه نه آقا، تأثیری تو گذاشته زندگی داره؟ علی تاثیر داره. به خدا از اپیزود 0 فصل 1 داره اینو میگه. رپ حالا بقیه رو نمیدونم. ببین تو جریانی که پیگیرشی یک جریان مثلا سنتی پاپ خون، داداش من رپ گوش میدم، ولی راک رپ هم گوش میدم، میدی. سنتی همه گوش چی میدم، گوش میدی. جاز محلی گوش گوش میدم، جاز گوش ولی میدم. جریانی که سوارشی یک جریان سنتی پاپه. درست دارم میگم؟ مثلا کاری با مثلا نه، درست اصلا میگم. الان سنتی پاپ، اصلا جریان سنتی پاپ الان مثلا شجریان و معاوضه لطفی دعواشون میشه، چه اهمیتی پسر داره؟ خوب، ما بحث دعوامون نیست. یک، من اپیزودی که شجریان انگ میزنه به معاوضه لطفی، آقا تو اپیزودی حکومتی که هستی، گرفته خب چیکار شدی، کنیم الان؟ اپیزودی خب که به سلامتی گرفته که شده. حکومتی هستی چه اهمیتی داره؟ اپیزودی الان مشکلات که ما حل گرفته شد. شده. ببین من دوست ندارم انگ حکومتی بودم به مسائل خب گفتی نیستم دیگه، تمام شد. آه این من- حکومتی نیست، من من حکومتی. اومدم این حکومتی شفاف نیست. سازی بکنم راجع به یک سری چیزها و راجع به یک سری چیزهایی که کسی نمیدونه چه اتفاقی محمد افتاده رضا دوباره راجع شغل بهش صحبت پنجمشه، بکنم. سینام که آره دیگه. هستی دیگه سینام. هستم دیگه حالا دور هم جمع داریم حرف بزنیم، نذاشتیم حرفا بزنیم دیگه. الان بحث عزیزم. پاک نه شد. بگو ما ببین دور برمیگردیمش. این یه چی بده پرت کنم سمتش. خودکار دستته. خودکارا لازم بهم، دارم مینویسم. آیه فردوسی پور بود موقع حرف زدن بقیه. اینطوری بکش. خب کجا بودی؟ می‌خواستی حرفتو بزنی که نذاشتم بزنی. یه چی این گفتی مثلا حکومت انقدر بیکار نیست و فلان و اینا. اصلا من با اون بحثش کاری ندارم. اصلا بیکارشو کار ندارم، بیکاره. بیکار هست. بیکار هست، من تا این همش مهم نیست. اینا میگی براش مهم. اصلا من کلا با این بحثا داش کاری میدونی ندارم. واسه چی واسش مهم نیست، چون طرف صحبت دیگه ها، من مال کسی که طرفدار حکومتم، خب وقتی باید بپردازه بگه مسئله مهم به هیچ جاش نمیگیره. بعد وقتی به فنا میره مسئله، مملکت میریزه به هم، اینا میریزن اعتراض میکنن، اینا فلان میکنن، فلان کارخونه تعطیل میشه، بعد تازه متوجه میشه مثلا اینکه مهم بود. و چرا طرف میگم تجربه زیاده گوش حالا نمی‌کنی. بذار بهت متعددی. بگم داشتم به میگم دلایل بهت متعددی، دقیقا همون اشتباه خوب منه، به دلایل متعددی میگم آقا در تو داری راست میگی تو یه سری چیزا، خب اون تا چرا داری یه کاری میکنی که نتونی از خودت دفاع کنی؟ حالا بذار اینی که من داشتم بذار میگفتم بچه حرفش بذار رو سیاسی نشه بس دیگه. آره نه بذاره میخوام این صحبت. حرف اصلا رو به بهت همین بگم. شمس مولانا پرهیز کنیم. ببین ما رفتیم اون برنامه تموم شد، همه چی که تموم شد رفت 2 ماه بعد 3 ماه بعد آره دیگه همین بحث اواخر از 2 هفته پیش جواز دیگه. گرفتن رپرها اومد. از 2 هفته پیش 3 هفته پیش 2 هفته 3 هفته پیش دیگه بحث جواز گرفتن رپرها اومد. دونه دونه رپرایی که داشتن مجوز میگرفتن دونه دونه شون توی برنامه علیزیا بودن. خب الان میخوای چه تئوری رو با این ثابت ببین کنی؟ تئوری اینه یا علیزیا میدونسته اینا دارن مجوز میگیرن یا علیزیا یه کاری کرده اینا مجوز بگیرن. های های. تئوری قشنگ یه هست یا دونه روش سومی هم به نظرم وجود نمیدونم، داره. تو گوگل سرچ کن. یه روش سومی هم به آگاه آلتو نظرم شیفت آهنگ گیرم تو. یه روش سومی هم به نظرم وجود داره. اینه که اونهایی که اومدن این کارو کردن، آخ نه این روش سوم جی نقضش میکنه، نمیتونم حرف بزنم. آقا همینیه که من دارم الان میگم، اینایی یا که- علیزیا میدونسته یا اون یه کار کرده اینو مجوز الان بیاد بگیرن. راجع به مسئله رو اونایی که دارن هیت میدن به این داستان، خب من به عنوان آدمی که آره. اصولا اهمیتی برام نداره این چیزها، نداره دیگه، نمیگم خوبه یا بده، نه، میگم اهمیتی اهمیتی نداره. یه چیز معمولیه دیگه. مثلا نمیدونم شما سیرک میری برنامه، چرا این میری همه سیرک دانش آموز برنامه امتحان می‌بینی؟ می‌گیری. چرا میری سیرک خب، برنامه؟ تهش رو سرت بگو. گرم بشه دیگه بعد. تهشو بگو. الان همه اینا که دارن هیت میدن مشکلشون چیه با این مشکل داستان؟ اینه که میگن رپ نباید جواز داشته باشه، نباید حکومتی باشه، نباید جواز داشته باشه و باید راحت حرف بزن. فکر میکنم تنها مشکلی که دارن الان، فکر میکنم فرق جواز داشتن و جواز نداشتن رپرها، نمیتونی سیاسی بخونی؟ نه سیاسی و اینا نیست اونقدر. نه با فوش بدی، زیر کمر نباید صحبت کنی. فوش نمی‌کنه. حالا خیلی از رپرهای غیر مجاز ما زیر کمری صحبت نمیکنن. یاس چه مشکلی داره؟ خب دیگه همین خیلی دیگه. قویه. یه تئوری این چند وقت باز مطرح شده، اینه که یاس مثلا چند وقت توی ایرانه و ساکته و چیزی نمیخونه چون زیر بار خیلی چیزا نرفته.
درست و غلطش رو نمیدونم. چیزا همون دیگه زیر بار خیلی چیزهایی که مثلا شاید بار فشار از جواز جایی باشه. نرفته، زیر بار خیلی حرف از رپرها نرفته. راجع به یاسی صحبتی میکنن، مثل چرسی، مثل مدیر تولیدش اون زمان فلان. میگن یاس اگر اون چیزهایی که بهش پیشنهاد شده رو قبول میکرد الان تهران به نامش بود. میگه خودش خب دیگه. خودش داره و افراد مختلف هم این رو تایید میکنن، خب که نزدیک یاس بودن. شاید زیر بار مثلا شاید علی دایی توره، میدونی چی میگم، خیلی کارا رو نکرده چون زیر بار خیلی چیزها و خیلی حرفا نرفته. شاید اینها دارن این کارو میکنن که زیر بار خیلی چیزها برن. الان داشتم یه پست میدم اینستا، میگفتن آقا که پوری صحبتی داره تو همون تیزر، میگه پیش خانوادت باشی باحال‌تره. خب که بعدش اومده آره خانواده‌تو بگیرم بکشم بهش تجاوز بکنم پیش اون خانوادت باشی. بابا اصلا ربطی نداره، خانواده کشور طرف ربطی به اون نداره که. طرف میخواد کنسرت میذاره شب بره تو تخت خودش پیش زن و بچه خودش بخوابه، نه که کانادا بدون اینکه زن و بچه‌شو بذاره بره کنسرت بذاره. ببین حرفم صدقا سر همینه. خب محمد رضا آگاهی داره دیگه به داستان فلسفه رپ و اینا. خب شکل گرفته آقا، اصولا من خیلی بلد کار نیستم، تا چیزی که میدونم اینه که آقا این شکل گرفته برای اینکه تو بتونی دغدغه تو حرف تو بزنی. این آقا اگه فلسفه رپ اینو ما قبولش کنیم یه جوره، اگه قبولش نکنیم، من میگم توی ایران هیچ وقت انقدر رپ مهم نبوده، هیچ وقت برای خود رپر مهم نبوده. نه برای رپر مهم بوده. خیلی رپر کمی پیدا میکنی که خودش رو رپر ندونه، خودش رو یه فعال سیاسی بدونه. نداریم داداش، کلا چند تا این باید باشه. اینو من بگم هیچ کس میخونه پول گنگ دختر. کجاست الان؟ کجاست؟ سولاخشو چاقیدن کاناداست. چرا کاناداست؟ چون فرار کرد. چرا فرار واسه اینکه کرد؟ سولاخشو نچاقن. واسه اینکه زیر بار نره دیگه. نه زیر بار چی؟ زیر بار همین چیزایی که اینا رفتن. پول گنگ دختر. داداش داره یکی رو دیس میگه. اصلا تو وایسا، اصلا این جمله‌ای که داری میگی داره میگه به یه نفر دیگه داره میگه اینو. میگه فقط از این خوندی، خودش هم از هم میخونده فقط. میگه تو داری میخونی از این. بذار من بگم. نه ببین تو داری همه چیزو داری با یه چوب میگی. نه من با یه چوب نمیدونم. میگم آقا اصلا رپ تو ایران بازی رپ رو خلاصش اینه. رپ رو تو ایران بازی اصلا نمیتونی گوش بگیری، مثل یه موسیقی معمولی دیگه. نه جریان ساز بوده تو ایران رپ هیچ وقت. جریان ساز بوده، جریانی رو رپ ایجاد کرده. آره صبر کن ادامه بده. ادامه بده. اصلا صحبت نکنید. شروع جریان داستان راجع به اون چیزها صحبت نکنید. راجع به اون چیزها صحبت نکنید. اونی هم که تازه خیلی ادامه بده. خیلی گرفت از رپ هم نبود. مجوزم گرفت. ادامه بده. ببین نه ارزش اخلاقی رو داره ترویج میکنه. خب نه به نتیجه اجتماعی رسیده. خب نه اصولا فخیمه. خب در اکثر موارد حالا میگی آقا فلانی میگم فلانی خوبم گوشم میدم، ولی در اکثر نه نمیدونم کاربردی داشته. یه موسیقی من نمیدونم چرا رپو میخواید متمایز کنید. یه سبک موسیقیه یه سبک موسیقی مثل راک، مثل پاپ، مثل چرا مثلا اونی که پاپ میخونه مسخره همه این چیزهایی که لیست کردید حداقل دوست دارم همون شایعی که روش این همه حرف و حدیثه بشینم کنسرتش عشقم بکنم بدون فوش با مجوز با فلان، به جاش نرم آشغالی مثل محسن ابراهیم زاده و ماکان بند و آشغالای نمیتونی آشغالای پاپو با آشغال با خوبای رپ مقایسه کنی. نه دارم میگم ترجیح همینه. من میرم سر کنسرت محسن یگانه میشم. صبر کن یه دقیقه صبر کن دیگه. آقا همه اینا که لیست کردی خب ارزش اخلاقی فلان 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 آثار نام ببر، نه صرفا توی موسیقی، توی کل کشورت که این چیزی که لیست کردی رو داره. داداش موسیقی حداقل موسیقی نه صرفا موسیقی، هر چیزی که هم جریان ساخته، هیچ چیزی تو کشور تو جریان نساخته جز آخوند. هیچ چیزی. نه موسیقی دیگه گونه داداش نه خود دیگه. ببین موسیقی سنتی که لطفی اون زمان کار کرد میشه گفت جریان ساز انقلاب. موسیقی سنتی که اون موقع کار کرد کجا بودی؟ ایران سرای امید که شجریان کجا بودی؟ ایران سرای امید شجریان جریان ساز موسیقی نخورد تو زمان جنگ کجا الان آهنگ میساختی؟ اون زمانو کاری ندارم با الان. ما داریم میگیم بابا رپ از 80 اومده. نه من میخوام یه چیز حرف تو اینه که موسیقی جریان نساخته تو ایران. گوش بده من میخوام یه چیزی رو اثبات کنم. قصدم اینه، از مثال بعدی هم مثلا شاید زدم. خب قصدم اینه که آقا رپ یه جریان موسیقیه مثل پاپ،
مثل جاز، مثل سنتی، مثل لوفی نمیدونم، مثل فلان، مثل آقا یه جریان چرا من نمیدونم این همه خب چرا مورد حجم است انقدر؟ چرا مورد حجم است انقدر؟ از جهاتی مورد حجم است. چرا؟ چون آقا من موسیقی فلسفه گوش دادن به موسیقی برام چیه؟ تثبت روحیه دیگه، انبساط خاطر دیگه. نه اگر تو باید این باشه چیه؟ برای من نیست. من موسیقی گوش میدم که دهن مغزمو سرویس کنم. ببخشید اصولم مگه فرد به فرد مختلف. نه آقا این فلسفه من موسیقی گوش میدم. رپ مثل سیگاره، حال میده بهت، تو میگی ضرره، ولی من قبول نمیکنم این حرفو. نه میگم چه فایده ای داشته تا حالا. ببین من خودم بارها هم گفتم الانم میگم، من زمانی که ادبیات رو شروع کردم خوندن 2 دلیل داشت ادبیات خوندن من. خب میگم خودم متوجه نمیشم. آخه خیلی داری همه چیزو میچسبونی به هم. خب اون کم و زیاد میشه، نگران نباش درست میشه. رپ یک جریان موسیقیه، درسته. ما الان به عنوان کسی که مخاطب یک جریان موسیقی، شما دوستش داری؟ ما آفرین دیگه. نه خودت مشکل ندارم. تو که از من پلیلیست میخوای، تو که حرف نزن پسر خوب. واسه چی از پلیلیست میخواد به نظر؟ واسه اینکه برام گوش بده. چرا گوش بده؟ بچه‌ها خوشش چرا گوش بده؟ یسو ببین اگه من می‌خواستم خوشم بیاد اکانت اسپاتیفای رو می‌خریدم. نه راستشو بگو. اسپاتیفای تویی که آهنگ دانلودی گوش میدی، حتی برای اون مخاطبی که آهنگشو گوش میدی هم ارزش قائل نیستی. آره ما هم سانکلودیم. ما دانلود مثلا من فیلم‌های خارجی من میرم میخرم. شام چه پسری، ما هم اشتراکشو میریم میخریم. بچاری چرا اسپاتیفای میخریم؟ اشتراک فیلمای داداش من نداریم. ندارم آقا اینا این تو گوشیه من. ما اشتراکاشو تو گالری نرو دوباره. تو گالری نمیخوام برم داداش. ما اشتراک میخریم، ما قائلیم، ما حتی من همینجا اعلام میکنم من فقط جاز گوش میدم. دکتر پاپ فارسی رو که گوش میدی شما، ما اونم بخوایم گوش بدیم از اسپاتیفای گوش میدیم. خیلی قشنگه. دکتر پاپ فارسی دکتر اسپانی خب ما به عنوان بابا اینه میره میاد سینا این اپیزود یتیم شد. ما جدا شدیم. منو یتیم کردن. ما رو جدا کردن. منم که در مرحله بعدی ما رو جدا کردن. هر باری به ترفندی رپ رو جدا کردن. هر باری به ترفندی. چرا؟ چون دقیقاً ذهنیتشون این بود که رپ صرفاً یک چیز سیاسیه و باید از دغدغه‌ها و مشکل‌ها خونده بشه. رپ صرفاً یک چیز سیاسی نیست بابا. رپ مثل شعر نوئه. شما آقا قبلا حافظ و سعدی و اینا میخوندی، یهو یوشیج اومد یه شعری گفت اصلا قاعده بازی رو ریخت به هم. این یه سبک موسیقیه. نوع برخورد این حکومت با مسائل نوع فرهنگی همیشه برخورد بدی بوده. یعنی طرف نمیپذیرفته اینو. خب بعد مثلا 15 سال 20 سال بعد یهو مجوز میداده به همشون. مگه داستان آرمین زارعی آرمین توی اف ام نشد؟ اینا سبکشون رو عوض کردن. اصلا کار ندارم. ام کلا زندگیشو عوض اصلا کار ندارم. آرمین توی اف ام آقا آرندبی مگه نمیخوند؟ ریتم بلوز مگه نمیخوند؟ این آقا آرندبی میخوند. قبل از این آقا تتلو میخوند. درسته؟ فکر کنم آهنگم دارم با هم دیگه. آره خیلی هم. فکر میکنم ایشون خیلی دنبال آهنگای عجیبیه. آره. که خاطره است. آقا چی شد؟ تتلو مجوز نگرفت، پا شد رفت خارج به فنا رفت، الانم که تاش اینطوریه. آرمین 20 سال بعد همون ریتم همون سبک مجوز گرفته. این مشکل کیه؟ همون سبک نگرفته. همون سبک همون سبک عیناً همون سبکه. ما تنها این داستانی که داریم میگیم میتونه داستان من حرفم سر چیه میگم. حکومت گوش بده. حکومت برخورد درستی با سبک موسیقی نداشته. یعنی الان تو میبینی یه زمانی رپ براش واقعا ممنوعه بود و الان تو میبینی که همچین داستانایی پیش میاد که اینطوری میریزه به هم جامعه. مجوز نگیرن، مجوز بگیرن. میگم آقا بله این درسته. خب آیا ما رپ رو باید حکومتی در نظر بگیم؟ الان چه ایرادی داره رپ حکومتی باشه؟ من همینو میخوام بگم. نه بحث اعتراضش نیست. من چرا دیگه یک نمیتونه اعتراض بکنه. ما اگر اصلی ترین شاکله رپ، اصلی ترین فاکتورش رو بگیریم اعتراض میکنه. داریم رپرهای مختلف که به انواع مختلف با لحن‌های مختلف اعتراض میکنن. خیلی از انسان‌ها و رپ اجتماعی بیزینس واسه خودشون نکردن. یک سری محمد رضا بگم بحثو یه چیز نکن. الان همون تتلو تو اف ام که داری میگی، خب تتلو چی شد رفت از ایران؟ منی که اصلا علی میدونه خیلی داستان طولانی داره. داداش تتلو چند تا خواننده داریم اون ناو جنگی آهنگ خوندن؟
آقای رئیسی هست دوست عزیزتون. رئیسی بود دیگه. چند تا خواننده داریم؟ داداش میدونم اینا چی شد خب مجوز نگرفت علتش چی بود؟ داداش رئیسی خب اوورد تتلو رو گفت من به تو مجوز میدم بیا به طرفدارات بگو به من رأی بدم. دقیقاً همین بود. داستانی خیلی حرفم پس نوبت سینا نبود. همچین چیزی واقعا خیلی پیچیده. همین قضیه بود. تتلو رو برد، حتی تتلو رو برد ناو جنگی، تتلو برای شهیدا آهنگ این داستان مال چند سال پیشه؟ داستان برای 8 سال 9 سال پیشه. که آقای رئیسی شد. بله رد صلاحیت شد. رد صلاحیت شد آخرش. اگر یادت باشه. بعد آخرش چی شد؟ تتلو رو از کشور انداختن بیرون. دقیقاً یادم ببین این جریانی که داره میگه خیلی تئوری عجیبه. جریانی که که نمیشه هیچکی ندونه که همه میدونن تو نمیدونی. کسی که توی رپ فارسیه این رو میدونه. انداختنش بیرون. انداختن بیرون تتلو شد یه چیزی مثلا اون سالی که ایکس و ایگرگ دیپورت کردن فرانسه و این برام. تتلو تو ترکیه و هفته یه بار میرفت امضا میزد که من هستم تو ترکیه. من خارج نشدم. این بود همچین من تتلو هم بله این تقصیر ایناست. اصلا کاری با این ندارم. کاری ندارم و اصلا من خودم گفتم روی کرد فرنگی حکومت فن تتلو نیستم. از ابتدا فن تتلو نیستم دارم میگم ولی اگه تتلو فن نداشته باشه چی میشه؟ میدونستی؟ داستان چیه؟ اینه که اون زمان خیلی این صحبت ها شروع شد. من راست و غلطش هم کاری ندارم ولی دیپورت شدنش رو که مطمئنم. خب دیپورت شدنش رو که مطمئنم امیر حسین. خب و اتفاقی که افتاد اونور آب همینه که گیره یه سری آدم های عجیب و غریبی افتاد که نباید میافتاد و بارها هم تلاش کرد که برگرده توی اون تایم. من همیشه یه جمله راجع به تتلو دارم. قربانی شد. هیپ هاپ رو اگر یک درخت در نظر بگیری خب هیپ هاپ رو اگر یک درخت بزرگ در نظر بگیری رپ یه شاخه خیلی کوچولوه توی اون درخت. تتلو تو کل شاخه های اون درخت بهترین بود توی کریر زندگیش. پس سوزوندنش. خب این سوزوندن مال زمانی شد که حالا یا جریان فکری قرار بود عوض بشه چون خیلی فن داشت تتلو. هنوز هم خیلی فن داره. زمانی که پیج مثلا دارم بگم پیج رونالدو الان چند تا 180 میلیون نمیدونم چقدر 180 مثلا پیج رونالدو اون موقع شاید 60 میلیون بود تتلو پیج 5 میلیونیش بسته شد. خب 3 تا تتلو رکورد داره. تتلو 6 تا پیج میلیونیش بسته شد. رکورد سریع ترین ویدیو یوتیوب هم گرفته بود. بیشترین کامنت یوتیوب الان برای تتلوه. ببین همچین چیزی بود و سوخت. حالا من چرا میگم اصلا بحث ما علتش چیه؟ تو نشستی به عنوان کسی که در افکار این قضیه نیست براش مهم نیست. از ابتدا چیکار کردیم؟ خب همون دیگه میخوام آخر صبر کن جواب بعدیش هم بدیم. سوال بعدیشو من نوشتم. من دارم جوابشو میدم. فعال سیاسی شدم. اگر اجازه بدی میخوام جواب بدم. بلند میشم میزنم دهنت بلند نشه. خب اینو یکی بود میگفت اول اپیزود فوش مثلا اینکه اونم فن نداره. فوش دادم. میگفت میام داداش داری دیگه. اولش فوش دادم. خدمت عرض بکنم که فعال سیاسی کسی بود که آقا اعتراض بکنه نه توی ایران نه. چرا؟ چون میترسن. روک ببین توی لفافه خیلی ها هستن که مثلا باید ترکه رو بشینی 20 بار گوش بدی جدی و ادبیات حالیت باشه. خب مثلا ترک آخر خود یاس جدی واسه یه سری حرفاش باید ادبیات سرت باشه. نباشه نمیفهمی چی گفت. فقط گوش میدی میگذره میره. خب و خیلی از جامعه رپ هم اینجوری هن که گوش میدن میگذره میره. منی که برام خیلی مهمه میرم 3 بار گوش میدم که ببینم طرف چی گفت و اعتراضش رو متوجه میشم. خب یا مثلا کسی مثل سورنا. خب سورنا هم حالا اعتراضش به صورت مثلا روایی و داستانی بود. من رپای اجتماعی رو خیلی دوست دارم. خیلی احترام قائلم به آدم‌هایی که با شجاعت حرفاشون رو میزنن. من تا حرفم الان شجاعت اگر داشته باشی متاسفانه تو شرایط فعلی که پیش اومده برای این دوستان، من نمیگم مجوز گرفتن کار درستیه، نمیگم مجوز گرفتن کار بدیه، من کاری ندارم. اونی که الان با شجاعت حرف بزنه سریعا گرفته میشه میرن تو لفتونی. حرف من سر اینه که خب اصولا
این دعواهای حول محور این داستان رو، حول محور اصلا هنر، اصلا چه پاپ باشه چه سنتی باشه، آقا شما طرفدار لطفی، من طرفدار مشکاتیانم مثلا. نه من طرفدار آیسم. آیس؟ آها منم مثلا طرفدار توپاکم مثلا. مختلف یه جا بودن. من طرفدار بیگی ام مثلا. خب آقا نه بیگی اسموکس بیگی هستی. خب الان مثلا ما دعوا میکنیم با هم دیگه، یه دعوا خیلی بی اهمیته. یه دعوای بی اهمیتیه که مردم دوست دارن. خب همینو میگم. دعوا چجوری میتونی 20 اون دعوای اود بود. مثلا بامتون با هم دعوا داشتن. دعوای رپرها نبود. چجوری میتونی بگی 20 میلیون نفر درست شدن؟ من با این مسئله مشکل دارم، مخصوصا تو ایران. چرا؟ چون اصولا آقا من این مسئله رو مسئله ایرانی نمیدونم. رپ اصولا چیز ایران، یعنی میدونید چرا طرف من معلمم دیگه، اینا هم ما سه تامون اینجا معلمیم. سینا هم که هست. من کاسه. سینا معلم، اما خب معلم چیزهای دیگه ای. خب آقا ما سه تا معلم دیگه، چرا من رپ گوش میدم؟ ولی که دانش آموزام گوش میدم. خب دانش آموز من از چیه رپ خوشش میاد؟ به نظرت واقعا براش مهمه اینکه یکی داره اعتراض میکنه به وضع مملکت؟ همون دیگه. من اصلا ساید اعتراضش رو نمیفهمم. بهش حال میده. ساید اعتراض رو نمیفهمم. تمام سوزش ما چی بود؟ آقا بگو بهم حال میده. من مشکلم با این فلسفه بافیاست. آقا فلسفه بافی نیست بابا. من تو داریم یه حرفی میزنیم از دو ساید مختلف. تو دوست داری اینا مجوز بگیرن یا نه؟ من نمیتونی حرف تو بزن. نه حرفی ندارم. دوست داری شایعه مجوز داشته باشه، کنسرت بذاره تو ایران یا نه؟ نمیگم که. آره آقا من دوست دارم. ببینه آقا من میخوام برم کنسرت شایعه بشینم کنسرت ببینم. دیگه چیه؟ دوست داره آقا کنسرت بره ببینه دیگه، تمام شد رفت. من یه سوم شخص همیشه میدونی من دیدگاهم آدم سوم شخص است، در صورتی که الان مخاطبم. آره مفت نمیگیری؟ دوست دارم، پول ندارم. خدمت در پول نداری؟ که پول ندارم. زنگ بزن سپاریه. چرا زنگ بزنم سپاری؟ زنگ بزنم باش مگه ارزشی نیستی تو؟ آقا ارزشی کردی دیگه. ببین علی 6 روز دیگه می‌بینید با بورتش دادم آجیا، یعنی چیزی که می‌خواستم بگم بورتش دادم. اینو دارم میگم که ببین من به عنوان سوم شخص نمیگم این درسته، نمیگم این غلطه. نه باید بگی آخه سایت خودت مشخص کنی. بابا رپ آخه یه سایت نداره. دوست من صحبت کردی، من اون لحظه خیلی حال که صحبتم اون یه تیکشو بگم که چرا صحبت سناریو اصلا میکروفون رو که دست تو میدن، من دو تا چیز سوال شده برام و نیاز داشتم که بپرسمش. خب دو تا چیز برام خیلی سوال بود. یک مثلا آهنگی خوند که با رضا کنیز همکاری کردن. آره کنیز. خب و کنیس رو گوش بده به من. برات کنیس میذارم بعد بخند. کنیس رو گوش بده به من. جمعش کنید وقت نماز بچهای ارزشی. نمیدونم چرا نمیتونید جدی باشید. آخه مسئله جدی نیست برای تو جدی نیست. برای من اینکه اینجا نشستم یکی به من گفته مادر فلانی جدیه کاملا. خب واقعا نباید واسه جدی باشه. جدیه برای من. نباید واسه جدی باشه. مثلا توی خیابون خب یه آدمی هستی که نمیشناسم، نه تا حالا دیدم نه فلان، بغل من رد همچین حرفی بزنی یه جوری یه کاری میکنم بقیه زندگی تو رو ویچر بگذرونی. من این آدمم. حالا باد هوای میدونم فلانه میدونم. اگر دارم جدی بحث میکنم میگم اصلا شوخی نیست، اگرم به شوخی برداشت میکنید کاری ندارم. رپ اون سایدش که اعتراضیه خب نباید مجوز بگیره. اگر کسی خودش رو داره اعتراضی میدونه نباید مجوز بگیره. نباید. اما رپی که شایعه میخونه رپ اعتراضی نیست، رپ دلیه. از دل میاد به دل میشینه. چرا سبک موسیقی نباید مجوز بگیره؟ ببین بره بگیره دیگه. یه رپه خب خود این رپ زیر شاخه داره. یکیش دنسه، همونی که میگی پول گنگ دختر. نه خب اون دیسه اصلا. حالا هد میزنن باش، حال میکنن باش. خب یه سبکش میشه عصبانی شایعه، میگه ادب آدم بی ادب نکن، گشنگی بکش از گوشت سگ نخور. قشنگه بله، بسیار زیباست. یه جمله‌ایه که همه جا میتونی سرلوحه زندگیت قرارش بدی. خب یه دونه هم هست میاد میگه با مملکتتون رو جمع کنید. حالا چون اعتراضی و سیاسی زیاد گوش نمیدم نمیدونم لاین چیه. خب حالا اونی که داره اون کارو میکنه اونی که داره اون کارو میکنه نباید مجوز بگیره. اگر مشکلی داره با کف تهران رپ کردن خداحافظ.
اونی که داره دلی رپ میکنه و عکس 90% مخاطبای رپ مخاطبای دلی ان برن مجوزشون رو بگیرن. مثلا توی کل ترک طرف 10 تا ترک داده، تو کل 10 تا ترکش 12 تا فوشه، ما توی اون فوشا رو نده. ما توی دانشگاه یه دعوایی داشتیم همیشه. خب این توی بچه‌ها از ترم 1 در تلاش بودن برای اینکه کلاس‌ها رو بپیچونن. برنامه‌شون این بود که تو گروه میگفتن آقا کلاس فردا کنسله ساعت 5 هر کی بیاد آره فوش میذاشتن. خب من از همون موقع علی میدونه یه تزی داشتم که چرا داری مجبور میکنید بچه‌ها رو که نیان؟ من دوست دارم بیام، تو دوست نداری نیای، تو نیا من میام. چه چیزیه؟ یعنی چه اجباریه؟ چرا داری منو مجبور میکنی که نیام؟ مگه دموکراسی نیست؟ بله. من دارم اینو میگم آقا آی جی جی میخواد مجوز بگیره، شایعه میخواد مجوز بگیره، چرا این همه هیت میدید بهشون؟ دوست داره مجوز بگیره. من هم یاس گوش میدم که نمیخواد مجوز بگیره، از صمیم قلبم احترام میذارم به همین. حرفم سر این بود، میگم بابا این اصلا بحث بدیهیه، آقا این دوست داره مجوز بگیره، چرا کار میکنید؟ چرا دهن شایعه رو جوری سرویس میکنید که بیاد ببخشید بگه من آقا اصلا نمیخواستم. بله آقا روی صحبت من دقیقاً با مخاطب رپ فارسی آقا دوست داره مجوز بگیره، به تو چه؟ دوست نداره بگیره، بازم به تو چه؟ تو داری گوش میدی. چرا آقا تو مخاطب، تو یوزری برادر من، تو یوزری، چه این مجوز بگیره چه مجوز نگیره، تو داری اینو چیکار می‌کنی؟ چیزی که من دارم به شما میگم فکر کن سرش دعوا میشه، خب میریزه به هم تا کل مثلا تا یه هفته کل اکسپلور رو دهن اکسپلور ما سرویس میشه. خب الان میگم این چه دعوایی مثلا با فایده ایه؟ رسانه‌ای دعوا این دعوا ما اولش قبل دوربین گفتم، قبل دوربین همونجا همونجا قبل دوربین قبل دوربین نخور، قبل واسه سلامتی زر داره. قبل دوربین چی بهت گفتم؟ قبل اینکه روشن کنیم زد کنیم گفتم صرفا میخوام ویو بگیرم. خب داره آقا نگاه کن توئه چه نگاه راجع به رپ حرف میزنیم ویو آقا ویو بیا بریم ویو برید. ویو برید درمون سرویس کرده. آقا بس دیگه داداش 49 دقیقه. من واقعا 49 دقیقه بس دیگه خودت داری میکنی واسه کاری که خودت و زمانی که خودت داری میذاری احترام قائل نیستی به نظر من. الان تو همین 40 دقیقه‌ای که نشستی توی همین حرکت 2 دقیقه گذشته‌تون واسه همین 40 دقیقه احترام قائل نبودید، پس نمیتونیم توقع داشته باشیم که کسای دیگه هم احترام قائل باشن. چرا احترام قائل نبودن؟ با رفتار دیگه میدونی یک بخشش همینه. ما اگر یوتیوب رو شروع کردیم، من بارها گفتم برای تو فقط رزومه است، برای من پله‌ای برای رسیدن به درآمدم. من آقا دوستم من شما زنگ زدی سایدی داریم به من زنگ زدی، من در حالی که میتونستم به راحتی بگم نه اومدم خدمت شما. حالا منو تو سایدی برنامه ضبط می‌کنیم، حتی حرفمون هم زدیم. آره بله حالا منو تو سایدی که تو دوست داری بری یه جایی. دوست دارم آقا، من دوست دارم از اول قلبم که آیشتا مجوز بگیرم کنسرتش بشینم. حالا به من هیت میدی، بی اهمیت برای من. تموم شد. آقا نتیجه‌گیری کل این اپیزود توی همین یک جمله خاله. من چی ناراحت میشی؟ واقعا فوش مادر خیلی فیته. آقا تو که فوش مادر میدی اگه حقم باهاته، نه اصلا من خودم سوال دارم ازت. آقای فانی پاپی که میذاری این اتفاق بیفته، یکی از رسانه‌های رپی، من تو مصداق دیکتاتوری هستی. پیام میدم تویی که دنبال آزادی میگردی توی مملکت خودت عین دیکتاتوری هستی. مصداق مادر هم بعد از این اپیزود من به تک تکتون پیام میدم و جواب تک تکتون رو تو پیویاتون میدم. خب نه دیگه رسوندید اینجا رو به یه جایی که دیدم نه فکر نمی کنم بشه همچین چیزی و شخصا باید برخورد بکنم. فوش مادر میدی، میگم اگر دم دستم بودی و میدونستم کجاست، خب اگر میدونستم کجایی که میومدم یه کاری میکردم مادرت دقیقا جلو چشت همون چیزایی که به من گفتی و تجربه بکنه. اینو یادت باشه. خب و خدمت عرض بکنم که آره این یک ناراحت شدم. دو بابا سوزش اصلی ما میدونی از چی بود؟ سوزش اصلی ما این بود که ما داشتیم میدیدیم چی شد و دیدیم چه جریانی اتفاق افتاد. خب الان و یه چیزی رو بهش بارها جفتشو پاسخ دادی دیگه. آره دیگه. و بارها به این فکر کردیم که امیر حسین اگر ما هم نبودیم راجبش چه چیزی میگفتیم.
یعنی اگر بیرون از این قضیه بود چه جوری فکر می‌کردی؟ سایدی که بهش فکر می‌کنی خوبه. شب خیلی یعنی مثلا امیرحسین طارمی اول من فکر نمی‌کنم که تو من به عنوان مخاطب رپ من احساس می‌کنم به عنوان مخاطب رپ هم سایدی که داشتی این بود که آقا میگم دمش داشته مجوز بگیره. اتفاقا اینکه اوزشو داشته بیاد تو مملکت خودش بخونه واسه مردم خودش. من توی اون 7 شب دیشب یه جمله‌ای گفتم. توی اون 7 شب خاطراتی برای من رقم خورد که با هیچ چیزی عوض نمی‌کنم. خواننده‌ای که هر شب موقع خواب من تو گوش من آهنگش پلی بود رفتم آهنگشو خوندم و فریاد زدم با ادب آدم بی ادب نکن گشنگی بکشه گوش سگ نخور. حالا بذار یه چیزی رو من بگم. یه چیزی رو من بگم. تمام شد رفت دیگه آقا. یه چیزی آقا همین الان میگم یعنی اون اونی که بعد میشم. حالا بذار من یه چیزی بگم. اومده یکی برگشتی گفته که واقعا چی گفته واقعا آرزوی جوانه در 70 ایمانمون رپر پایه‌دار وایسا گفتم چه حرفیو واقعا آرزوی بچه در 70 بوده یا نه؟ آقا مگه تو به شخصه من علی و محمدرضا رو اصلا بس محمدرضا حرف می‌زنه. آقا محمدرضا تو به شخصه یه دونه آرزو داری تو زندگیت؟ نه. تموم شد. آقا یکی از آرزوهای جوانای مملکت برآورده. آقا من یکی از آرزوها برآورده. تو که آرزوت نبود که رپرایی که دوست دارید آهنگ؟ آره من یکی از آرزوهام برآورده شد. حالا این اوکی من آرزو آزادی هم دارم. مسائل سیاسیه اپیزودایی که طرف دعوا داره با این مجوز گرفتن اینو میگن تو رو مجوز گرفتن داری با حکومت همکاری می‌کنی. مسائل سیاسیه دیگه. بس اینه که مثلا الان اپیزودهای دیگه رو ببینی من یکی دو جا مثلا فریاد میزنم فلانی دوست داریم صدام هست تصویر شاید نه اصلا چرسی وقتی بیاد اون شب اپیزودش بابا صدا هست تصویر نشده ببین تصویر اونا اصلا داد میزنم قاب رو اون صدای اینا داد میزنم خب داد میزنم فلانی دوست تشویق میکنم و میکشم اپیزود چرسی بیاد من سینا امیرحسین طارمی بغل استیج خواننده وایسادیم داریم رو به هم سلام رو به هم وایسادیم یعنی گرد کردیم استیج این وره ما بغل استیج داریم هد میزنیم و میخونیم پسر من اون حسی که اون 7 شب داشتم با هیچ چیزی عوض نمیکنم حالا هر کی میخواد حرف بزنه خب داداش من همون دیشب 2 ساعت داشتم اینو بهت میگفتم تو قبول نمیکردی می‌خواستی دهن همه رو سرویس کنی الان میخواد سرویس کنه من الان مشکلم اینو قطع کنم باشه حرف ببین یعنی ببین چه جوری هستش که الان من و سینا دوتای حریف منطق تو نمیشیم سینا شما رو که میبرن حداقل مهر رو بدن داداش الان اگه بحث جواب دادن بود تو جواب دادی بحث پشت پرده بود تازه اینم نگفته که تدوینگره برداشته تختی کرده قسمتی از حرف آقا من کل صحبتمو حالا میذارم توی این اینستاگرام ببین بیشتر از همه اصلا نمیدونم چه بازی رسانیم گفت دیگه کل رپرهایی که شات داشتن 2 ثانیه یا 3 ثانیه داشتن آره دیگه علی از اینجا به بعد از اینجا به بعد توضیح اضافه اینجا به بعد نشونه ضعفتون آره اینجا اپیزودو ببندید خلاصه هر کی که حرف میزنه فلان الله اکبر کمتر از 2 خط صحبت کرد محمد تو رو واقعا سایت آقا اپیزودو میبندید ببند آقا ببند ما داریم حرف میزنیم ببند تو یه دونه رو واقعا درک نمی‌کنی